سلام. امروز میخوایم به جایی بریم که هیچ کس نمیدونه در اون چه چیزی نهفته است. خانه بلایدر. یک خانه متروکه و نفرین شده که هیچ کس جرئت نداشته واردش بشه. اما این تنها یک شایعه نیست. همه کسانی که وارد این خونه شدن هیچ وقت از اون سالم بیرون نیومدن. حالا تصور کنید شما وارد خونه‌ای میشید که انگار هیچ کس دیگه از اون بر نگشته. در هر گوشش چیزی ترسناک در کمینه. آیا شما جرأت دارید که قدم در اون بگذارید؟ این یک داستان واقعیه و هیچ چیزی از اونچه که در این خونه رخ میده قابل توضیح نیست. چرا در این خونه هیچ کس نمیتونه زنده بیرون بیاد؟ آیا در داخل خونه روح‌های نفرین شده در انتظارند؟ یا چیزی فراتر از اون، موجودی تاریک که خانه رو به یک دام تبدیل کرده؟ این ویدیو رو تا آخر تماشا کن، چون در پایان خواهید فهمید که کسی که وارد این خونه میشه دیگه هیچ وقت از اون بیرون نمیاد. خانه بلایدر در گوشه دورافتاده از ایالت ایندیانا به مدت سالها توسط اهالی منطقه به عنوان یکی از ترسناکترین و نفرین شده ترین خانه ها شناخته شده. خونه ای که صدای فریادهای بی صدا در شب و سایه های متحرک در دیوارهاش وجود داره. مردم محلی میگن هیچ کس از اون خونه سالم بیرون نمیاد. کسانی که پا به این خونه گذاشتن همیشه در دست خودشون چیزی وحشتناک از این مکان حمل کردن. یک مرگ تدریجی و نفرینشون که هیچ کس قادر به فرار از اون نیست. این تنها یک شایعه نیست. داستانهایی از افرادی که وارد این خونه شدن و در راه بازگشت سایه ها اونها رو بلعیدن وجود داره و حالا این خونه هر روز بیش از پیش رنگ حقیقت به خودش میگیره. در دهه 1950 خانواده‌ای به نام براون وارد خونه بلایدر میشن. اونها از خونه‌ای قدیمی و بزرگ انتظار زندگی جدیدی داشتن، اما به محض ورود چیزی در هوا تغییر میکنه. بوی عجیبی از داخل خونه میاد، بویی که هیچگاه از اون پاک نمیشه. یک بوی پوسیدگی که انگار برای دهه‌ها در فضای خونه در گردش بوده. شب اول خانواده در خواب بودن که ناگهان صدای فریاد بلند و گوشخراش از دل دیوارهای خونه به گوش میرسه. مادر خانواده جنی با ترس و دلهره از خواب بیدار میشه. به اتاقهای بچه‌ها میره. اتاق بچه‌ها خالیه. اتاقها به شدت سرد و تاریک هستن. انگار هیچ کس اونجا نبوده. در همین لحظه مادر متوجه میشه که درها با نیروی ناشناخته به شدت بسته میشن. اون تلاش میکنه که بیرون بره، اما درها هیچ وقت باز نمیشن. بعد از جستجوهای طولانی اونها بالاخره بچه‌ها رو پیدا میکنن، اما چیزی در چهرهشون تغییر کرده. چشمانشون خالیه، انگار روحشون از بدنشون خارج شده. به محض برگشتن به خونه دیوارهای خونه شروع به لرزیدن میکنن و در همین لحظه صدای نفسهای سنگین از داخل خونه به گوش میرسه. هیچ کس در اون خونه احساس راحتی نمیکنه. سایه هایی که به سرعت از گوشه گوشه خونه به سمت اونها حرکت میکنن. کسی از گذشته در اون خونه به طور بی‌پایانی زندگی میکنه. اون شب خانواده براون تصمیم میگیرن فرار کنن. وقتی به سمت در میرن ناگهان در به طور مرموزی قفل میشه. تلاش‌هاشون برای باز کردن در بی‌نتیجه میمونه. به محض اینکه تلاش میکنن پنجره ها رو باز کنن، دست‌هایی از دیوارها به سمتشون کشیده میشه و انگار خونه اونها رو به درون خودش بلعیده. فریادهای اونها در خونه پیچیده. سایه‌هایی از گوشه اتاقها ظاهر میشن. سایه‌هایی که هیچ وقت
از جایی نیومده بودن. اونها هیچگاه نمیتونن خونه رو ترک کنن. خونه‌ای که انگار موجودی زنده است. خونه‌ای که در حال بلعیدن اونهاست. پس از سالها چندین نفر دیگه برای تحقیق به خونه بلایدر رفتن. وقتی وارد خونه شدن، صدای قدم‌هاشون در دیوارهای خونه شنیده شد. اما اونها هیچگاه از اون خونه برنگشتن. هیچکس هیچ وقت نتونسته تا به امروز از اون خونه سالم بیرون بیاد. گفته میشه که خونه بلایدر هنوز هم نفرین شده است و چیزی در اونجا زندانی شده که هیچکس از اون بیرون نمیاد. خونه همچنان هیچ کس رو به خودش راه نمیده و کسانی که وارد اون میشن همیشه در نهایت ناپدید میشن. سایه ها و نفس ها همچنان در این خونه به طور بی پایانی زندگی میکنند و در حال تماشا کردن اونهایی هستند که جرأت کردند پا به اون خونه بگذارن. و به طور معجزه‌آسا همچنان هیچ کس نمیدونه که دقیقاً در دل خونه بلایدر چه چیزی زندگی میکنه. آیا شما جرأت دارید وارد خونه‌ای بشید که هیچ کس از اون زنده بیرون نیومده؟ در دل تاریکی، جایی که هیچ چیز نمیتونه شما رو از اون چه که در انتظار شماست محافظت کنه. آیا ترسناکتر از اون چه که تصور میکنید میتونه در اینجا باشه؟ شاید چیزی که در خونه نهفته است فراتر از هر چیزی باشه که شما تاکنون ترسیدید. شاید این خونه یک زندان ابدیه، یا شاید موجودی که در اون پنهان هست در انتظار تا شما رو به یک قسمت از تاریکی تبدیل کنه. اگر میخواید از این داستان‌های واقعی و ترسناک بیشتر بشنوید، همین حالا کانال ما رو دنبال کنید، چون هیچ وقت نمیدونید که در ویدیوی بعدی کدوم راز تاریک و وحشتناک فاش خواهد شد. اگر تجربه مشابه یا حتی ترسناکتر دارید در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. شاید شما هم یکی از سایه های همین خونه باشید.